نمایشگاه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال با حضور مدیران، سازمان‌ها و نهادهای مرتبط افتتاح گردیده و از 8 تا 11 اسفند ماه از ساعت 9 تا 16 در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران واقع در بزرگراه شهید شمران میزبان علاقمندان است. رشد شگفت‌انگیز فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی افق‌های جدیدی رو پیش روی کشورهای جهان باز کرده و تا اونجا که توجه جدی به این فناوری رو در توسعه جوامع اجتناب ناپذیر ساخته. تکنولوژی نوین ارتباطی در دنیای امروز تحولات عظیم و پیچیده‌ای در روابط و مناسبات انسانی و اشکال جدیدی از الگوهای ارتباطی ایجاد کرده و به مقوله هویت هم یک مفهوم جدیدی بخشیده. فناوری‌های اطلاعاتی و پیشرفت‌های تکنولوژیکی تأثیر قابل توجهی بر امر توسعه فرهنگی داشته که یکی از لایه‌های مهم توسعه جوامع و مورد اجماع جهانی است. تا جایی که تحقق توسعه فرهنگی بدون فناوری امری غیر ممکن و دور از ذهن به نظر می‌رسد. نمایشگاه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال امروز صبح ساعت 10 صبح با حضور وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی رسما آغاز به کار نمود. این نمایشگاه با حضور 155 شرکت داخلی و خارجی در خصوص نمایش توانمندی‌ها و ظرفیت‌های فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال و تولید محتوای دیجیتال مبتنی بر فرهنگ بومی ایرانی اسلامی شروع به کار نموده. این نمایشگاه که با هدف دسترسی آسان در سطح جامعه برای مخاطبین محترم آغاز شده، در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران از 8 تا 11 اسفند ماه دایر خواهد بود. این نمایشگاه در حوزه‌های مختلف فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال رو پوشش میده. این حوزه‌ها شامل سخت افزار، نرم افزار، تبلت، تلفن همراه هوشمند، بازی‌های رایانه‌ای، نرم افزارهای تلفن همراه رو شامل خواهد شد. خب در مورد خود دنیای آیتی و رسانه‌های دیجیتال که خب خیلی واقفن، ولی حالا من یه مقدار بیشتر توضیح بدم که اهمیت کار اینجاست که الان میشه گفت دنیای همین جور چیزهاست، دنیای دیجیتاله. شما بخواید کسب و کار موفق داشته باشین، شما بخواید تو تربیت فرزندتون اثرگذار باشین، حتی بخواید دیگران اثرات منفی نذارن تو تربیت فرزند، یا بخواید پول در بیارین، یا بخواید تبلیغ کنید، بالاخره هر جایی بخواید هر کاری بخواید بکنین، چه از بعد علوم انسانی، چه از بعد اقتصادی، فنی، رشد علمی، الان دنیای دیجیتاله و شما باید همین کاراتون رو بیارین تو این بستر و خواه نخواه بخواید نخواید شما رو میکشونن به اینجا. و همین دلیل در واقع این موضوع اهمیت پیدا میکنه. شما باید سطح سواد خودتون رو ببرین بالا و در واقع تولیداتتون رو ببرین در همین بستر تولید و عرضه کنین و از این نظر کشور ما لازم داشت و لازم داره همچنان که تولیدات خودش رو تو دنیای دیجیتال بهبود بده، از نظر کیفیت ارتقا بده.
کتاب بانک اطلاعات انفرماتیک کشور هستش که سالی یک بار توزیع میشه، به صورت رایگان در سرتاسر سر ایران پخش میشه با پیک رایگان. در ضمن این کتاب اطلاعات ریز به ریز و جزئیات تمام شرکت‌هایی که مربوط به انفرماتیک دارن کار میکنن تو این کتاب ثبت شده. این نمایشگاه با هدف معرفی ظرفیت‌های فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال و توسعه سطح دسترسی جامعه به آخرین دستاوردها، همچنین نمایش توانمندی‌های تولید محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی برپا گردیده است و همچنین آخرین دستاوردهای تولید کنندگان محتوا و ناشران دیجیتال نیز در نمایشگاه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال عرضه می شود. این نرم افزاری هستش که میتونه تلویزیون رو به صورت سه‌بعدی به شما نمایش بده. دقیقاً همون تلویزیونی رو که اون طرف میبینید به صورت مجازی میتونید این طرف مشاهده کنید. دکمه کنترلش رو بزنید، روشنش کنید. وقتی که روشن میشه میتونید کانالش رو عوض کنید، 3Dش رو داشته باشید، صداشو کم و زیاد کنید. و از تمام زوایا بهش نگاه کنید. میتونید اطلاعات ازش کسب کنید. با فشردن دکمه‌های مختلف بهتون اطلاعات میده. طراحی به باریکی کاغذ، اسپیکرهاش و تمام اون امکاناتی رو که یک تلویزیون بهتون میده میتونه پرزنتش کنه. از تمام زوایا میتونید کاملا مشاهدهش کنید. نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال امسال تو حوزه اپلیکیشن‌ها تونسته خیلی موفق ظاهر بشه. اپلیکیشن‌های زیادی که اومدن تا کار برای کاربرا رو خیلی آسون کنن. اپراتورهای مختلف با این نرم افزارها خدمات خودشون رو متمرکز کردن و شرایطی رو فراهم کردن که کاربرا بتونن راحت‌تر به خدماتشون دسترسی پیدا کنن. حمایت از توسعه دهنده‌های ایرانی هم قسمت دیگری از این اپلیکیشن‌ها بود. برای مثال اپلیکیشن موبازی تونستش که اپلیکیشن‌های ایرانی، بازی‌های ایرانی رو به خودش متصل کنه و در یک اکوسیستم خیلی قشنگ بین توسعه دهنده‌ها و کاربرا ارتباط خیلی خوب و منطقی رو ایفا کنه. امیدوارم که تو سال‌های آتی هم شاهد این پیشرفت در زمینه اپلیکیشن‌ها باشیم، چرا که بدون شک آینده متعلق به تلفن‌های هوشمند و اپلیکیشن‌ها هستش. در رابطه با آنتی ویروس کامپیوترها صحبت می‌کنیم. چرا کامپیوترها از آنتی ویروس اورجینال استفاده می‌کنن و نیاز دارن از این نرم افزار استفاده بکنن. به طور کلی یک سری از آنتی ویروس‌ها به صورت کرک هستن و اورجینال که نسخه‌های کرکی که الان تو بازار هستش باعث این میشه که شما دیتای کامل رو از دست بدین. یه سری نسخه ها رو به صورت تریال داریم میبینید که روی سایت های مختلف هستش که تمام برندها برای میزان شدن نسخه های اورجینالشون و استفاده بهینه نسخه های تریال رو استفاده میکنن. نسخه های اورجینال شامل برندهای مختلف هستن که وقتی شما از اونها استفاده میکنین و در کل شرایط وقتی استفاده میشه توی سیستم، بهترین حالتی که به وجود میاد بهینه‌سازی سیستم شماست، یعنی از هر گونه آلودگی در مقابل ویروس ها و تروجان ها جلوگیری میشه. این به طور کل میتونه باعث جلوگیری از بین رفتن تمامی اطلاعات داخلی و نرم افزارهای داخلی سیستم شما بشه. فرهنگ کنونی نسبت به تمام دوره‌های پیشین زندگی بشری سرشار از اطلاعات است. امروزه تعامل اجتماعی نسبت به گذشته از محتوای اطلاعاتی بسیار بیشتری برخوردار شده و این موضوع مدیریت در حوزه فرهنگ رو بسیار پیچیده و با دشواری‌های بسیاری روبرو ساخته است. امروز اینترنت هست، ماهواره هست
وسایل ارتباطی بسیار متنوع هست. حرف آسان به همه جای دنیا میرسه. میدان افکار مردم و مؤمنین عرصه کارزار تفکرات گوناگونه. امروز ما در یک میدان جنگ قرار داریم، در یک کارزار حقیقی فکری قرار داریم. این کارزار فکری به هیچ وجه به زیان ما نیست، به سود ماست. علاقمندان می توانند برای بازدید از این نمایشگاه در روزهای برگزاری از ساعت 9 تا 16 با حضور در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران واقع در بزرگراه شهید چمران از این نمایشگاه بازدید کنند. تو را پیوسته رویارو ببینم، به کوه و دشت و باغ و جو ببینم. نمی‌یابم تو را در سایت یاهو، تو را در سایت اللاهو.